ما یه دونه از این فوربیاها خریدیم یا برامون هدیه آوردن، بعدش فهمیدیم که این آفتاب میخواد، ما نور کافی نداریم. شروع کرده داره علفی نازک رشد میکنه. رفتیم براش لامپ رشد گیاه خریدیم، بازم داره علفی رشد میکنه. چرا؟ لامپ های رشد گیاهی که در دسترس شما الان هستش طیف لازم رو برای اینکه این گونا بخوان سالم رشد کنن نداره. اگر هم داشته باشه 20 وات و 30 وات و 50 وات و 100 واتش کار این گیاه رو راه نمیندازه. خیلی قوی تر باید باشه اون لامپ، واتج بالاتری باید داشته باشه که خودش چند تا داستان داره. واتج بالاتر یعنی مصرف برق بیشتر. تو 6 ماه باید قیمت این گیاه رو پول برق بدی. بعد غیر از اون کورت میکنه. مثلا 500 وات 300 وات مثلا لامپ بذاری، میدونی چه نوریه، ضرر داره برات تو خونه. در نتیجه تراس داری ببر بذار تو تراس نداری، محیط آفتابگیر نداری، هدیه بده یکی از عزیزانی که داره. اب نداره، خریدی نمیدونستی، حالا هدیه بده